سلام بچه‌ها، این هم ویدیو کاملی که بهتون قولش داده بودم و تو این ویدیو می‌خواستیم یادتون بدیم که به هر جای بخواید سفر کنین، حتی به هر جا بخواید، به آمریکا، به پاریس، هر جا می‌خواید سفر کنین، سه‌بعدی اونجا رو ببینین، راحت به اونجا برین و بتونین راحت اونجا برین و باز خودتون قدم بزنین، برین چپ راست جلو عقب. این روش ببینین، من الان مثلا میرم تو قسمت سرچ پاریس رو سرچ میکنم. من مثلا میخوام برم پاریس رو میزنم، بعد برج ایفل رو انتخاب میکنم. برج ایفل رو که انتخاب کنین، این قسمت رو ببینین، این دکمه رو میزنین، شما این دکمه رو میزنین، وارد این بخش میشین. نکنین قشنگ من الان برج ایفل هم دارم میبینم راحت. و با این دکمه ها شما میتونید راحت قدم بزنید. مثلا من میزنم رو جلو میرم جلو، میزنم رو عقب میرم عقب. خب اگه تو خیابون باشین روی ماشین وای میسین، ولی اگه مثلا تو پیاده رو باشین قدم میزنین قشنگ. الان مثلا ببینید من روی ماشینم، خب بعد مثلا قدم میزنیم میریم جلو، حتی میتونید یه قدم برین عقب میرین جلو، بعد اونجاش سه‌بعدی. حالا میخواستم بهتون یاد بدم که چجوری مثلا خودتون قدم بزنید. من مثلا میخوام برم از اینجا، مثلا از اینجا برم اینجا، خب ولی الان نمیتونم دیگه. الان فقط میتونم برم جلو با این دکمه ها، فقط میتونم برم جلو، نکن یا بتونم برم عقب. خب به این ور نداره چیز به اسم این ور، و شما فقط میتونین جلو عقب برید، مگر اینکه مثلا اینو بزنین، این دکمه رو، یه مکان دیگر رو انتخاب کنین و به اونجا برید. نکنین تمام. الان شما مثلا توی اینجا زده شما الان کجایین، خب و شما مثلا راحت میرین یه جای دیگر رو انتخاب میکنین و به اونجا تلپورت میشین. مثلا شما مثلا من خواهم برم اینجا، مثلا اینجا من نمیدونم کجاست ولی همینجوری مثلا میرم اینجا. تمام. الان رفتیم اینجا، دوباره قدم میزنم میرم جلو. خب حالا به خاطر اینکه میخواستم بگم اون وقت خودتون قدم بزنین و زنده باشه، یه برنامه میخواستم بهتون معرفی کنم که الان معرفی میکنم. بریم تو کارش. 3 2 1. خب بچه من برنامه‌شو قبلا داشتم، بعد الان هرچی گشتم پیدا نشد. برای همین اگه پیدا کردم توی ویدیوی بعدی بهتون اطلاع میدم، لینکش براتون میذارم حتما. حالا تا آپلود میکنم شاید پیدا کردم، چون قبلا این برنامه رو داشتم و خیلی هم خوب بود. پاریس سیمولیتر نمیدونم یه همچی چیزی قبلا داداشم درباره لیدی باگ و دختر که اینو سرچ کرده بود، برای همین آورده بود یه همچی چیزی، برای همین منم دانلودش کردم و حالا پیدا کردم میذارم. خدافظ.